اگر بارسا میخواهد هرچی تیزتر از نفرانی سابقه دار و به قول فوتبالی گلیادور راه خلاصی پیدا کند، در تیم فعلی مسی باشد، برعکس قرارهای جناب لاپورتا میخواهند کل آن نفرانی گرامی بارسلونای نامی را سرجم نمایند. با گفته نشریه صاحب احترامی دیلی میل، اینتر میامی بعد از آنکه بوسکتس و آلبا را محترمانه گسیل کرد، این نوبت میخواهد که با دعوت نیمار به تیم فلوریدا سگانه بزرگی MSN یا خود مسی، نیمار و سوارز را برقرار نماید. کلی مخلصان فوتبالی خوب یاد دارند که چگونه سگانه مسی، نیمار، سوارز به زبان کوچگی دهشت بازی میکرد و در چشم دلخواه حریف آفت می آفرید. این نوبت البته اگر آنها یک جای هم شوند، ترس و هراس حریفان از این سگانه کمتر می شود، ولی از نگاه شهرت و جلب مخلصان به ورزشگاه و نمایش بازی زیبا همه تشریف آوردگان به ورزشگاه برد می کنند.